سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردم دهقان که در همین روزها میبینیم تمام خربوز و پلک های مردم همین خیلی بیماری گرفتار شده هستند. دوستان اینا راستی گپ در جمهوری ازبکستان تقریبا 15 سال بود همین بیماری نامش زنگ میگویند. راستی گپ به مانند زنگ زدگی برای این چیز هست نه، همون به همین نامش زنگ میگون. برای همین گونه بیماری ما رسپتش کوفته یافتیم از خود جمهوری ازبکستان دوستو. والا باشد برای شما این چیزا یعنی که برای شما میفهمونیم که تو اینکه شما نیز اگر همین گونه بیماری ها در دهخونه شما پیدا شده باشد یا اینکه پیشگیری میکنید یا اینکه دوباره او را برقرار کردنش و برای شما شرایط فراهم میشود تا اینکه شما نیز از همین گونه داروها گرفته زنه تا اینکه من بعد برگ‌های نوی که از همین بیارها میبرای از همین نیهول‌های خربوزه یا اینکه تربوز گویم تا اینکه آنها را سالم نگاه دارید و من بعد شما از همین دهخانه خود یگان چی بهره برید، نه اینکه همین دهخانه را همون نیهولش کنده پرتافتن و بهترش اینکه شما همین گونه داروها رو دسترس میدید. البته در وطن عزیز ما نیست این چیز. البته ما که سرزمین ما با کشور همسایه ازبکستان است، بسیار روابط بین این دو کشور خیلی خوب شده است. میندار هستیم از رهبران هر دو دولت که هم خیلی دوستی رفاقت بین هم زیاد کرده هستند و ما به حضور رفته می آییم از هم به ازبکستان میریم، هم مردم ازبکستان به جمهوری ما می آیند. البته ما در همین ازبکستان همین دوره یافتیم، یعنی رسپت یافتیم. حالا باشد برای شما طرزی همین نامگوی هر یک همین دوره و اینچنین طرزی آمیخته و استفاده بردن است در همین دهخانی برای شما نشان میدیم تا اینکه شما نیز وقت را از دست نداده همین گونه دوره رو دسترس کرده. امیدوار هستم که پلک خود را یعنی که نگاه می‌دارید تا اینکه همین خدمت هایی که شما در همین زمین میکنید بی بهره نرود، یک ثمره خوب به دست آورید. دعا میکنیم که همیشه خیرمن دهقان فراوان باشد، زمین ها سرسبز باشد، حاصلی خوب به دست بیارد. حالا باشد رفتی آماده کردن دوره برای شما نشان میدیم تا اینکه شما نیز بهره‌ور شوید از همین گونه. اگر ویدیوی ما به شما پسند آید حتما فکر و اندیشه خوبی خود در زیر کامنتر میگذارید دوستو. والا باشه برای شما یک همین گویم دوره ها رو برای شما نامگو میکنیم دوستو. این نمودی دوری ما از 3 نمود دورو استفاده برده میشود. من یکمش سیرا کالید نیا میگود، سیرا کالید نیا 80%. یعنی که شخصی اگرانوم این چیزا باید خوبتر دانند. اگرچه مردم دهقان عادی این چیزا ندانند اما این تجربه شدگی بوده است. تقریبا 15 سال می شود که در جمهوری ازبکستان همین گونه دوره ها رو استحصال میکنند تا اینکه از همین بیماری زنگ میگویند ازبکا. اگه در جای ما نمیدونم چی میگویم اما با مانند زنگ است دوستو. یعنی یکم نمودی دوری ما سیرا کالاید نه 80% بوده 100 گرم. لانجی گفتگی یک نمود دورو بوده است. من اینا لانجی میگم. من لانجی این 50 گرم و اینچین ایزابیان گفتگی دورو بوده است. من اینش ایزابیان. هر سه همین چیزا آمیخته کرده برای شما نه که 100 گرم سیرا کالاید نه، لانجی 50 گرم، ایزابیان 100 گرم رو برای 100 لیتر آب آمیخته میکنیم و بعدا و استفاده میدیم دوستو برای شما. حالا سر میکنیم و نمو طرزی آماده کردن همین دورو دوستو. سلام علیکم یار دوستان دهقانان عزیز. ما این دوره از جمهوری ازبکستان آوردیم. این دوره ما مثلا با محمد جان نامگوییش گفتم، من نامش نمیگم. یه آدم خودشون چرز تلگرام یافتن همه آدرس های نمبر باور 23 آدمو باور نکرد. دوره ما کمر ما نام گفتیم کمر، همه آدمو نیمش باور نکرد. ما در حقیقت دوره کمر است. اگر ما خواهید ما به شما همون نمبر رقم تلفنش هم میتیم، همون آدرسش هم میگیم گجانده و در تاشکند در گجوش شهرشنده.
این دوره ما برای مثال برای چیگم برای 150 لیتر آب راست میکنیم ما این دوره. برای مثال همین آلتینگو گرد 80% میگم سری 80% ما هم فخر میریزیم دیدید نه 80% 100 گرم سانی ایزابیون تو دیدین نه اینجیتا ایزابیون نه دو تا ایزابیون این 150 لیتر آب هیچ خیلی شلخنه چرا اوه میریزه میکنم رنگ دوره بینه چه خیلی رنگشنه رنگ دوره زهر برای مثال برای این کسلی سفید نمیشه از شیر بورینه بسیارتر آدم هم خیلی دوره میزنه دیدم من دیدم باید دوره دست بینه میکنه من رنگ دوره نه دیده چه خیلی دوره رنگش بینه رنگ کافی نه رنگ دوره این دوره چی بود ایزابیانی ما ریختیم بقیر با این دوره نامش ولوش بینه ایزابیون این دوره نامش لنجیت و ایزابیون ریختیم این دوره نامش لنجیت نه این فرق میکنه و دیده دید سیاچه حالا اینا همش اومیخته کرده با آب اومیخته میکنیم دوری مو برای نه همین پارک برای مثال زنگ میزنه دوست زنگ میگو biz bilmaymiz qanaqa aytadi ular zang deb qo'yadi ular mana mo biroy 150 litr ob rost میکنیم 6 apparat 25 لیتر خلاصه در همین رسم رو میبینیم یعنی که همین 3 نامگوی دوره در 6 لیتر آب اومیخته کرده و همین 6 لیتر دوری اومیخته را گوییم در 1 لیتری بکلشکه اومیخته جایگیر کرده بعدا در یک افرتی 25 لیتر همین افرتایی که این روزا هست در همین 25 لیتر آب اومیخته کرده بعد و همین آب میریزیم و همین چی میگود با همون روی بیمار میپوشن دور را دوستان بانکو بکلشکه ارسیکول هنه 1 لیتر 4 تا میریزیم 4 تا پالدراش وندی نه ریخ سودا ویش گیره چیزا گیره دو خیلش ریخ اوباش چی استفاده میبره دهخونه جزاق برای خرزی متروفته کو فهمیده دهخونه بازم ریزه امیدوار میشیم که همین دوره که نیز ما به دست کردگی هستیم یک فایده میده. البته این چیزا تجربه هستن در همین منطقه های ما اولین بار شده ای بابای عبدالغفار که منتدار هستم من شخصا و کسی که اگر فایده رسیده باشد اگر یگان مایده همین نوارهای ما در همین طرز دهقانی حتما در کامنت ها نویسید. راستی گپ من امیدوار هستم که همین نوارهای ما به ثمره نمیره دوستو. تو این من میخوام که یک فایده هم برای مردم دهقان رسد دوستو تو اینکه اونها نیست از همین گونه چیزها با خبر شن. نه کنه بوی من یک لیتر میریزیم زیاد نمیریزیم دوری الدرش کردیم اون اومیخته کرده ما را 1 لیتر 1 لیتر رنگش خیلی رنگی کافه بورینه ملاچ نی یعنی دفع خیراب یک طرف گیره در بوی وقتا زیدید که نشما پرد زیدید که عرف میجوه دو خربزی ما چه خربزه انا خربزی ما همش روزه برگ در تمام برگ زنگ پیدا شدگی در تمام برگ این کسلیه که همه عقیب هم میره تا آخر اگر این توابر نکنه پیشگیر نکنه انا دیده دی زنگ همه برگا اون روز نو دیده زنگ این باران دیگه همه جا تاثیر کرده تمام این
بعضی آدم‌ها صرفا نمیره پروسه ما این نشون میدیم این خربزی ما این طرف این دیگه این طرف 5 جوی خربزی و نه ما نشون میدیم چه خربزه نه دو تا انداختگی هم اینجا دو تا خربزی اخیلا خربزه این زرکاکل نم دارد این زلتیس میگونه رسوی نفهمیده این طرف ما متروفل کردی خربزی متروفل من شما نشون میدم خربزی همین حقانی هست یا نیست همین بسیار آدم باور نمیکنه میگم مینویسه باید دروغ من بینه شما چشم برای دیدن اصلا چه خربوزه همین من همین چه خربوزه همین این از دو تا انداختگی همین خربوزی ما 3 روز پیش آب دو دیگه جوی دیده تاره 3 روز پیش آب دیگه ما آب دو دیگه این خربوزه بسیار چیزگون حالتش بسیار خوب است ببینید برگش ببینید یک برگ میکنم برگش سیاه است در حالت بسیار خوب است و یک چیزی من گفتنی هستم که شما همین کسلی زنگ یک خصوصیت دارد من بخواه که من دیگر رو نمیدونم آدم هم گفتی همین خربوزه همین خربوزه کردی یکی خربوزه علت داریم این باید ما تو همین 60 سانتی متر دیگه همین تو همین کسلی همین خربوزه باید ما اینو کنیم این در کار نیست این در کار نیست این خربوزه ما باید این خربوزه اوزه تنگ آدم تیر میخورد که دستش میشکند هم که این خربوزه علت دار میشد این مثلا کلو میشد دیگه شکاف میشد سیاه میشد زخمی میشد هم که میشد برای مثال ما این نکنیم یعنی خربوزه اکو برای مثال عدیگی شاخش باید هم بزد دیگه نه اوجه انداختگی این کوبه این میمیتید دیگه دو تا انداختگی نه بیسو دیگه نه با همون دوره از دیگه بریم نه نکنید با هنه انداخت داریم چون این خربوزه ما بزرگ در کار نیست ما همین زمین پول نمیخواه تازه میکنیم این زمین اگر تازه میکنه باشدن دوه آجی همه شرده باشه ما اومشتکارگی یکان خیلی فرید نیست همین دوستا برای شما نوار کردم از رفتی کارهای پروفیلاکتیکی گذراندن بیماری همه زنگ میگوین بیماری زنگ دوستو در حالت خوب قرار دارم بعد ما دوری زدن دوری شاید بسیار دوره کار دور باید کرده شنو ناس باشه خربزه میبینه دیگه بیاری نو انداخته این خربزه میستوری دیگه این خربزه اوزه در خونه از انداختگی ایساب خربزه کسال اگر شود همه خربزه کج میبیاد خربزه کج میشود اگر بیاره قوتش کم باشد قوت کم باشد یعنی خربزی دیده یعنی خربزه انگلیسی ما در کار نیستیم دیگه ما در کار نیست ما حرکت میکنیم بیاره ما پیشوبه رود ناز خربزه اندازه این خربزه ما بکرد همین 1-2 کیلو میشد این خربزه 2 کیلو زد نمیشد یعنی خربزه ما در کار نیست ما باید همین پلک خدا هم خفیر گشته همین خربزه هایی و پای همش تازه کنیم تو اینکه قوه همون نیحال با میوه های نو برود این خودتون میدونید همین طرف زمین ما پایینش یک خیلی همین طرف ما همین زمین برای مثال 20 متر همین زمین ما همین دما با همین زمین برای مثال پایین بلنده اینجا آب دم میشد همین زمین ما نغز نمیبرد نغز عمل نمیکنه ما که مهنت میکنیم و مثال تراکتور پایین چند سال خاک میکشد بالا با میکشد با ما همین جوبار ما دما با همینجا دما با وقتی خربزی ما میبرد نمیرد شیله همینجا ما 3-4 بار میشونیم یک حرکت میکنیم دور ما طوری شود از دیگه دنه ما چند بار شنوندیم نشکنه از ما خربز شنوند دیگه یه خالیگ منم بهتونم بیم خربز شنوند دیگه نه برست زمین خالی نمونه خربز شنوند دیگه نه در جای بیاروهای مرده گویم خربز شنوند خربزها رو بینید این اگر دهقان میفهمی باشه اونجا دهقان یکم حاصل از دست داد تمام این یگان چی نمیشه نه بینید نه یکم حاصل از دست داد دهقان تمام این خربزه چی نمیشه این فقط تازه میکنه
دوستا این ویدیو آخرانی بود برای شما. من بعد خدا خواهد وقتی که خربوزه میپزد من نزد بوی عبدالغفار اومده یک بار دیگه نوار می‌بینیم از این رفتی کارهاشون، یعنی که ثمره کاری اکوش خیل بوده است. خیلی دوستا واقعی سربلند و خانواد باشید. ایریم هیچ گاه دهخانه زمینش یکان خیلی افت نزند و همیشه دهخانیش سرسبز و خرم و فراوانی حاصل رو تمنا دارم. دوستا واقعی سربلند و خانواد باشه.